شاید الان اولین ولاگ سیسیلمو دارم ضبط میکنم در کنار شماها. خیلی یهویی به سرم زد الان که اومدم اینجا یه ویدیو بگیرم و برای شما بذارم، کاری که خیلی وقت میخوام انجامش بدم. البته چند بار انجام دادم ولی خب اونجوری بودم که نذاشتم و هرچی انجامش ندادم. اون نقطه شروعه شاید برای من الان باشه. خیلی جای قشنگی اومدم بچه ها، سعی میکنم همه رو ویدیو بگیرم واسهتون بذارم. اون نقطه شروعه همیشه برای من یه حشره اینجاست. آره اون نقطه شروعه برای من همیشه توی یوتیوب واقعا سخت بوده، اما یه چند روزی هست تو هم دیشب در مورد یکی از دوستان که اونم چنل یوتیوبش زده، سجاد، شاید این ویدیو رو ببینی سجاد، کامنت یادت نره بازم بذاری. آره اون دیشب با هم که صحبت میکردیم، صحبتایی که من به اون حالت مشاوره بهشونم چی میگن، نه مشاورم که نه، داشتیم صحبت میکردیم، یه سری ایده ها به ذهن من رسید در مورد این کار رو شروع کنم و ایده هایی که به اون میدادم در واقع روی صحبت اصلی با خودم بود و خیلی ذهن من باز کرد مکالمه‌ای که داشتم و خیلی خوشحالم که الان امروز اینقدر زود شرایطش پیش اومد و من شروع کردم که اولین ولاگم موفق شدم که بذارم. شاید دقیقا موضوع یوتیوب اونجوری نباشه که من بخوام شروعش کنم، یعنی نخوام که همیشه ولاگ بذارم، ولی باز بستگی به بازخوردش داره و اینکه شماها چقدر یاری کنیم، چقدر همراهی کنیم منو. خلاصه که اینجوری خیلی دوستتون دارم. الان فکر کنم 97 نفریم که دور همین، انشالله 97 کیشیم. اول 970 رو میزنیم البته و 97 کیش شدن رو بزنیم در کنار هم و این خانواده روز به روز بزرگتر شه. مرسی که همراه منیم. اسمت چیه؟ دانیال. کی؟ دانیال. دانیال. این آقا دانیاله دوستان. ما با این قایقه اومدیم از طرف تیم مالتا. خیلی جای باحالیه، برای گرفتن تیزر اومدیم امروز. اینم بچه هان که دارن پدل رو اوکی میکنن. دوستان میشه خودتون رو معرفی کنین؟ کی؟ امین. ایشون آقا امینن. آقا یاشار شما هم خودتون معرفی کن. یاشار. آره اینم پدله، خیلی بالا. بچه ها این خاک اینجا رو ببینیم، شنا اینجا رو، خیلی خوشگله واقعا، خیلی زیاد. دریا رو ببینین و آرامشی که اینجا داره واقعا خیلی خوبه. اینجا امین رو داریم که میخواد پدل بازی رو شروع کنه. نمیدونم واقعا صدای من کامل میفته توی ویدیو یا نه. اینجا رو ببینیم که بچه ها هر کدوم سخت نشده کارن. آقا امینم که رفت که بره. آقا امین زیاد دور نشو. آره که در کادو باشه ما ویدیوشو بگیریم. دوستا به یه جا نگاه. عالی. به یه جا فقط نگاه. خودتو خیلی صفر نگی. به یه نقطه کوچیکی نگاه کنم. از رو این نگاه کنم یا رو به رو؟ هم میتونی رو ساحل نگاه کنی، هم رو اینجا این نوک اینجا رو نگاه کنی.
خب بچه ها من رفتم پدل بازی، کلا خیس شدم، خیس ولی خیلی حال داد. میدونی چرا خیس شدم؟ چون که تلاش داشتم میکردم که سر پا واسم، بعد یهویی با اینجوری برعکس شدم توی آب، اینجوری که میبینید خیس شدم. آبریزش بینی گرفتم، نمیدونم چرا. کلا این پروسه خیلی پروسه باحالی بود و من قبلا تجربه پدل بازی رو داشتم دوباره، ولی نیفتادم تا حالا توی آب. امروز خیلی باحال بود. رفته الان پدل بازی، بچه اون طرف مشغول به کارن، منم که اینجا دارم میچرخم. دوستان توی این مرحله داریم باد پدل رو خالی میکنیم. یا آقای یاشاره که منتظره که من ازش عکس بگیرم. وایسین آقای یاشار. بچه ها در حال تلاشن دوستان که قایق رو بندازن توی آب دوباره که ما بتونیم برگردیم جزیره. دوستان یه نکته جالب که وجود داره، اینجا جزیره است توی جزیره و خیلی باحاله به نظر خودم. ما لنگر نداشتیم، ببینیم ما اول تلاش کردیم که به اونجا وصل کنیم قایق رو، ولی نشد. بعد بچه ها تنابو کشیدن به اونجا ها وصل کردن. خب به اونجا الان دارن تلاش میکنن که قایق رو بندازن توی آب که ما بتونیم برگردیم. ببینیم که این مردان جوان مرد موفق خواهند شد. موفق شدم بچه، ما برمیگردیم به جزیره دیگه. من خوشحالم از این که میتونم برگردم خوره. خب دوستان ولاگ امروز ما به پایان رسید. اینو براتون امروز تو یوتیوب آپلود میکنم بالاخره بعد از مدت ها. بچه ها خیلی خوشحال شدن که شما بودید. بچه بدونیم تو رو خدا از این کارا نکن. آره خواست آب منو ببره. دوستان خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. اگر ولاگو تا آخر دیدید به اینکه بازم دوست داریم براتون از این ولاگا بذارم یا نه، یه نمای دیگر رو ببینید از جزیره که من برم. بای بچه ها چطورین؟ میتونم که خدافظی کردم، ولی که بدون اینکه ما گیر کردیم توی قایق خراب شده و بچه ها در حال درست کردن قایقن. حدوداً نیم ساعتی شده. خوبه که اون جزیره ها نزدیکمونه. جلیقه نجات هم داریم اگر اتفاقی بیفته. با جلیقه نجات بچه ها مدت زمان زیادیه که داره میگذره و قایق استارت نمیخوره. آره معلوم نیست تا که اینجا باشیم. بهتره که با تیم دریا صحبت کنیم که بیاد دنبالمون ما رو ببره از اینجا. درست میشه. بذارید من نمای دریا رو نشونتون بدم. از اول شما لذت ببرید. اسم کنم اولین ولاگ